سالمه کجا سالمه؟ خدا دیگه خسته شدم از این زندگی، بس دیگه. الو سلام، کجایی؟ من ماشینم اینجا خراب شده. نمیتونی؟ باش، دست در نکن. سلام جانم. چی شده؟ خراب شده. میخوای از این وضعیت در بیای؟ آره چیکار باید بکنم؟ این شماره منه، زنگ بزن جرثقیل ببرتش تعمیرگاه. هزینه‌اش هر چقدر شد به من بگو برات میزنم. بعدش بیا ببرمت سر کار پردرآمد. حرکت کن. مامان چی بچه؟ ماشین پا بزنه من با که برم خونه. شما همش به فکر خودتونی. نه از تو شانس آوردم، نه از اون بابات شانس آوردم، نه از اون مامان شانس آوردم. اصلا تو برو خونه، من خودم تنهایی میدم. نمیای نه یا؟ خیلی مامان برداشته، خدا خونه بدوزنه. وایسا ببینم بچه های این دور زمونه عجب موجوداتی هستن. مستقیم. سلام آقا، مستقیم. سلام آبجی، بفرما مستقیم میرم. امروز خیلی روز عجیبیه، من خیلی خوشحالم. ولی من اصلا امروز روز خوبی نداشتم. مادر شوهرم خیلی من اذیت میکنه. تو زندگیم خیلی مشکل دارم. ای بابا آبجی، به چیزای خوب فکر کن. من این هفته خودم میخوام برم خواستگاری، برای خانومم یه عطر خریدم. بیا بکن ببین خوبه. آبجی تقصیر خودش بود، میخواست اعتماد نکنه. بیا پایین، سعی نکن که داد و بیداد کنی. اینجا های دنیاست. بودو آقای اولیو واسهتون آوردم. آفرین. تو این کار خیلی استعداد داری. آقا ببخشید، اون رو صفحه مانیتورتونه قرمزه اون چیه؟ شما پرسپولیسی هستی؟ پرسپولیس چیه گاگول؟ این بورس ایران همش قرمزه. الو، یه کلیه دیگه هم میخوای؟ 10,000 تا بزن به کیفم. بابا میگفت با گوشی ساده نمیشه پول در آورد. منتظر چی هستی؟ اینو ببر دکتر معاینه کنه، یه کلیه دیگه هم بیار. باشه چشم. ببین جلوتو ببین. برو تو. برو. اینجا سر صدا و شلوغ‌کاری نمی‌کنی. خانم دکتر معاینت میکنه، کارت تموم میشه، میری سر خونه زندگی. خانم فقط آخر سر کارتون تموم شد اون بونی و بی زحمت بکش رو سرش. شما کی هستین؟ چرا من آوردین اینجا؟ هر چقدر پول طلا بخواین بهتون میدم.
ما پول طلا نمیخوایم. به سوالایی که ازت میپرسم جواب بده. چند سالته؟ 32 سال. گروه خونی چیه؟ آی مثبت. این سوالا برای چیه؟ باید یه عمل جراحی کوچیک بشی. به اثر انگشت نیاز داری. چیکار میکنی؟ چه عملی؟ پیوند کلیه. اینا کیان؟ باند قاچاق اعضای بدن. ای عروس الان وقت غیب شدنت بود. مستقیم سلام پسرم. سلام مالا جان، خوش آمدید. پسر جلوتر پیاده میشم. باشه چشم. پسر جانی ماشینت چرا اینقدر قراضه است؟ خب مادر جان وضعیت مملکت رو میبینی که گرونیه. مگه من دوست ندارم ماشینم رو عوض کنم؟ قسط، بدهی، گرفتاری، خرج خونه، مگه اینا میذاره آدم تکون بخوره؟ شغل فقط همینه؟ مادر جان خیلی ناراحتم. اصلا دوران بدی شده. کاش آدم مجبور نباشه یه سری کارا رو انجام بده. یه وقتایی از چا در میای میافتی تو چاله. اصلا الان این تو همون موقعیتم دقیقا. ولی برعکس تو من امروز خیلی خوشحالم. عروسم امروز گم شده. میخوام برم الان خونه پسرم وانمود کنم که خیلی ناراحتم. پسر جان چرا وایسادی؟ چرا رفتی تو فکر؟ ها؟ یه چیزی یادم اومد، فکرم مشغول کرده بود. واسه مادرم یه عطر خریدم. نمیدونم از بوش خوشش میاد یا نه. میشه یه بو کنی ببینی چطوره؟ مادر جان وای خدا، آخه این چه کاری بود من کردم؟ عجب گرفتاری شدیم. از چاله افتادم تو چاه. مادر جان شرمنده‌ام. مادر همش باید کارش سخت میکنیم. خدا بیا پایین. خودت در باز کردی برای خودت. بودو بیشت دستت هم بذار عقب. مثلا ما تو دوزیدیم دسته از پشت بستیم. چی میگی آخه تو؟ چادرم بردارم. بابا چادرم بردارم چی؟ ما میخوایم جون تو رو بگیریم. تو الان به فکر چادرتی؟ هر چی میگیشیم از دست پیرزنای همسن سال شماست. آقا من این دومی هم براتون آوردم. این پیرزن چی آوردی؟ این مگه جای سالم هم داره؟ آره بابا فکر کنم سالمه. دستش و دهنش رو باز کن ببینم چی میخواد بگه. باشه چشم. سالمه کجا سالمه؟ قلبم درد میکنه، من با هم درد میکنه، من کلی هم درد میکنه، همه جای بدنم درد میکنه. منم برای چی برداشته آوردی اینجا؟ حالا بذار دکتر میاد معاینت میکنه، شاید یه جای سالم داشتی منو کر کردی. برو گوشم زود کشید. برو تو عشق خانم. یه عروس بدبختش از دستت چی میکشه؟ همین کارو کردی، اون بیچاره رفته از صبح قیب ایزده دیگه. برو تو. مادر جان وای گوشم درد گرفت، دستت خیلی سنگینه. حالا کجا تو دیدی؟ دیدم. بشین. آخ خیلی دستت سنگینه. واسه چی میزنی؟ برای چی یکی دیگه هم گرفتین؟ اونا برای چی گرفتین؟ ما رو برای چی آوردین اینجا؟ همین آدم رو بریم دیگه. بشین. دختر جان تو رو چرا گرفتن؟ کاش که به جای من تو عروس ما میگرفتن. من خره بگو به خاطر عروسم رفتم خونه پسرم اینجوری گرفتار شدم. تو چرا حرف نمیزنی؟ لاله در نخوردی؟ دهنش بستن تفلکی.
سلام خانم دکتر، ما رو چرا گرفتن؟ بعدا به توضیح میدم. چند سالته؟ 60 سال. گروه خونی چیه؟ نمیدونم. برای چی میپرسی؟ اینا رو برای چی میخوای؟ ما کلیهاتو میخوایم. کلیه من سنگسازی به درد شما نمیخوره. من یه آدرس بهت میدم، عروس من کلیهاش خیلی خوبه. کلیهای اونو بدین وردارین. باشه، فکر نمی کنم به درد ما بخوری. من میرم با رئیس صحبت کنم. من که گفتم. من که دست بالم بازه. بریم ببینم بنده خدا کیه. وای عروس جان، تو اینجا چیکار میکنی؟ چشمم روشن مادر جان. آدرس منو دادی بیان کلیه منو بردارن؟ نه ترس، الان کلیه هر جفتمونو برمیدارن. این دفعه باز گند زدم. عروس مادر شوهر باید پلیس اومدن. مادر جان بیا تو خدا دست منم به من. پلیس اومدن بگم کلیه منم داشتن می‌دزدن. عجب غلطی کردم. شغلم عوض کردم. مادر چی می‌زنی؟ خودت عروس مادر شوهر باید همیشه پشت هم باشن. کشتید منو شما. از شما چی کنم؟ باند فروش اعضای بدن معمولا کلیه، میبرن بیمارستان، مشتری پیدا میکنن و چندین برابر اعضای بدن رو میفروشن.